ابوعلی ابن سینا یکی از بزرگترین دانشمندان و پزشکان تاجیک و فارس، ستاره‌شناس، کیمیادان، زمینشناس، منطقدان، دریانشناس، ریاضیدان، فیزیکدان، شاعر، روانشناس، فیلسوف، معلم و ادیب بزرگ تاجیک و فارس می باشد. ابوعلی ابن سینا بیش از 450 رساله علمی نوشته است که تا زمان ما تنها 240 تای آن محفوظ مانده است. این رساله ها تمام ساحه های علم را فراهم گرفته، خصوصا 150 تایشان در علم فلسفه و بیش از 40 تای دیگر در علم پزشکی هستند. معروفترین اثرهای او کتاب الشفا و کتاب القانون فی الطب هستند که بزرگترین دانشنامه‌های علمی و فلسفی جهان بوده در دانشگاه‌های اروپا تا عصر 19 استفاده برده شده‌اند. ابوعلی ابن سینا باز اساسگزار منطق سینایی و مکتب فلسفی سینایی است. او همچون پدر مفهوم فوندامنتالی فیزیکی مومنتی جسم نیز معروف است. ابوعلی ابن سینا را همچنین پدر گیالوگیا نیز می‌شناسند که در قانون سوپرپوزیسیون گیالوگی سهمی ارزنده گذاشته است.